اما در افغانستان کلا یک محصول نو است. مردم ما شما فعلا بیشتر از پودر از مایع در لباسشویی خود استفاده میکنن، اما این طوری است که به شکل برگ است. لعل پیازی است، لعل بدخشان که میگنش، با یک کار مدر با روی کش طلا استفاده کرد و یام چرخش داره. این چرخش داره، فنر واره چرخ میخوره. یا کارهایی است که ما انجام میدیم، فیروزه ها را در قالب زیورات یاقوت داریم و بیروچا داریم. لعل باز هم لاجورد بدخشان است. آمدین چی خوشتان آمد اگه با من بگی؟ کلش که محصولات وطنی است، بازم هر کی اونم ذوق و شوق خود داره. شما چی خوشتان آمد؟ والا یک شوخی بتونم بکنم؟ چرا نه کامرا در خدمت. اما یک کسی از وطن ما آمده بود در شهر کابلی که همه چیزی که سیل میکنه پولش به درد بخور بوده. گفته والا کل ازی بنانی به درد میخوره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ستړي مشه د دربار افغانستان لیدونکو، امید سهار چې راست روغ او جوړ اوسئ. سیلاب ردوال یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د کابل له پلازمینې څخه او همدارنګه د افغانستان نړیوال نندارتون څخه حاضر یم. ګرانو لیدونکو، نن راغلی یو تر څو تاسو ته دلته د افغاني محصولاتو څه څه وینئ ټول وطني دي او موږ د وطن ویاړ دي. نو نن دومره ورځ دی د نندارتون څلور ورځې ده. اوله ورځ د سنبلې نه شروع تر څلورمه ورځ د سنبلې، او موږ هم راغلو تر څو موږ یې وګورو او په تاسو یې وګورو. نو امید چې زړم تګ نیسي او موږ سره تر اخر د شیبو مل اوسئ. درنو دوستانو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. باندې نندارتون کې یو او راغلو یو غرفې ته چې قیمتي تیږې دي، ګوتمېګانې دي، غاړېګانې دي. نو لا زیات معلومات به له ورور څخه والو دي. موږ ملتیا وکړئ، موږ سره مل اوسئ. سلام علیکم. سلام علیکم، خوش آمدین به نمایشگاه پیروزی و پیشرفت. یکی از صنعتگران هستم که در بخش زیورات‌سازی فعالیت دارم و 7 سال تجربه کاری داری عرضه دارم. به شکل مسلکی آموزش دیدیم و فعلا هم محصولات خود به خاطر مشتری نمایش گذاشتیم تا محصولات وطنی و کوالیتی کار دسته برای مردم نشان بدیم و ما در خدمت هستیم. و خیر باشید. دیگه اول خب ما بگو بیادر اینمی محصولات کلش وطنی است یا خارجی هم داره؟ نه خیلی نه، ما محصولات تمامش فلزات افغانی است، اما بعض از سنگا که معادنشان کوالیتی بالایشان در افغانستان وجود نداره ما از کشورهای بیرون وارد میکنیم. مثل سنگ فیروزه، عقیق یمن، اینا رو ما از بیرون وارد میکنیم. اما سنگایی که در افغانستان با کوالیتی بالا وجود داره مثل بیروچ است و زمرد است و یاقوت است و اکوامرین و دیگر سنگ‌هایی که مشهور افغانستان و کوالیتی بالایش در افغانستان وجود داره، در همین افغانستان تهیه میشه و در قالب زیورات برای مشتریان ارائه میشه. بله. بخیر باشی بیادر. خواهش میکنم. دیگه با ما اگه یک ذره معلومات بدید، مثال باز سنگ‌ها را نام ببرید. ما چی داری؟ ما سنگ لاجورد بدخشان داریم. لعل بدخشان یا لاجورد لعل فرق میکنه. یکی لعل پیازی است و مثلا لاجوردم 4 معدن داره، کوالیتی بالایش که معدن 4 است. این رکاب است، رکابش دستساز است با نقره 925 و بهترین رنگ لاجورد است. و همچنان بیروچ، فیروزه و همچنان لعل پیازی هم. قیمتایشان مختلف است. مثلا قیمت اینمی بیشتر 5000 افغانی است.
اگر معادنش پایان باشه ارزانتر میشه، به خاطر چون کار دست است. کار دست ارزش بالاتر داره، چون وقت زیادتر سرش استفاده میشه و یک یوم به مدت کمتر تولید نمیشه. ماشینی خو روز 1000 تا 100 تا تولید میشه، اما رکاب با دست 24 ساعت 48 ساعت وقت میگیره تا که یک رکاب بسیار منظم جور شود با دست. باز ما محصولات در قالب که 6 سبک افغانستان که اقوام مختلف در قسمت‌های مختلف میسازن، ما تمامش 6 سبک ساختشه آوردیم در قالب کارهای مدرن. یکی ما بسیاری از کارهای ما میخوایم برشان داستان داشته باشه. رقص سماره اگه با کاملا نشان بده خوبتر. رقص سماره در قالب ملیلکاری هرات، مردم هرات ما سبک ملیلکاریش ایره رقص سماره جای به جای کردیم در قالب زیورات تا مردم استفاده کنند. یک چیز انتیک آمد. بله، یک کار مدرن با رف انجام دادیم. لعل پیازیست، لعل بدخشان که میگنش، با یک کار مدرن با روی کش طلا استفاده کنیم و یام چرخش داره. این چرخش داره، فنر واره چرخ میخوره. یا کارهایی است که ما انجام میدیم، فیروزه ها را در قالب زیورات یاقوت داریم و بیروچا داریم. لعل باز هم لاجورد بدخشان است، گوشواره های عقیق است. یا ما از ایران وارد میکنیم این عقیقا را، سرتیفیکیت داره. بعضا چون سنگ بگذارم سنگایی که قیمتی است، دغدغه مشتری های میست که آیا اصل است نیست، چون این بازار است. و همین خاطر ما لابراتوار یگانه مرکز است که اینمی موضوع را تایید میکنه با سرتیفیکیت. بالا بازو سرتیفیکیت میده. سرتیفیکیت تمام مشخصات سنگ میتونیم در گوگل بزنیم، همون سایت تمام مسئولیتش میور داره. لابراتوار که ایره بهش سرتیفیکیت دادن و ایره میور داره و هر جایی که بریم قابل اعتبار است و قیمتش هم با زیاد تا بالا نمیشه، چون فروش بسیار سنگ سخت است. و همین خاطر به هر جای قسمت بریم سرتیفیکیت نشان بدیم، در گوگل تاییدی اصلی بودنش میشه و باز وقت قیمتش ثابت می باشه دیگه. باز نه نقص به مشتری میرسانه و نه کسی میتونه بگه که این تقلبی است یا این والا قاچس یا هر موضوعی دیگه از خاطر جمع میسازیم مشتری های خود. بله، ما سنگ های مختلف را و تسبیح ها رو وارد کردیم. سندلوس یکی از سنگ های نخیلی سنگ های یک ریشه درخت است، از آلمان است که استفاده میشه. یک بوی خاص داره، میتونین استفاده یک بوی که خاص از خود اینه. بله ما تسبیح، کار تسبیح، ساخت لاکه، انگشتر، تمام چیزهایی که در زیورات استفاده میکنه به خاطر کسی ما انشالله میسازیم کدام مردم هستیم. بله خیر باشی، خواهش میکنم. دیگه بیننده ما صدای دمشنا کدام گفتنی اگه داری؟ کدام گفتنی خاص ندارم، فقط دایر کردن همچنین نمایشگاه های به خاطر صنعت و اقتصاد افغانستان بسیار مهم است و به خاطر رشد تجارت های کوچک و متوسط، به خاطر مارکتینگشان و معرفی محصولات افغانی برای مردم عام و ایجاد یک سرمایه و ایجاد یک برندینگ خوبتر. ما خوشحال هستم که همچنین نمایشگاه برگزار میشه و خرسند به هستیم که همچنین نمایشگاه هم دایر شود و محصولات افغانی برای تمام مردم عام به نمایش گذاشته شده و یک برندینگ خوبتر برای شرکت های کوچک شده باشه. بازم سلامت باشید. و در آخر اگه پرسان کنیم 2 روز چطور بود فروشات؟ 2 روز خوب بود. تبلیغات هم خوب بود. نمایشگاه یک جای است که معرفت بیشتر میشه. تجارت بر سر یعنی معرفت تجاری استوار است، بر سر مشتری استوار است. اینمی معرفت باعث میشه که تجارت آهسته آهسته با مدت طولانی یک شرکت شود که
بتونن با دیگه شرکت های تولیداتی دیگه کشورها رقابت داشته باشه. دیگه بخیر باشید. قربانتان. دیگه زیاد وقتان نمیگیریم. خواهش میکنیم. که به ما وقت دادید. قربانتان. دیگه خدمت امر. هیچ خواهش هیچ کدام موضوعی نیست. جانتان. سلامت باشین جانتان. اجازهتان. قربانتان. خدمت بیادر. خفه نشی که حال طرف توش ما دور نخوردم. به قصه گرم بودیم فکر نبود. ببخشید بازم. روز خوش. خوش. دوستان وبیم تاسو ته راغلاست اینا یو په یو بل غرفه کې او تاسو وینئ دا شی به څوک نه پېژني په افغانستان کې نو په دوه پاڼو باندې تاسو کولی شئ 15 جوړه کالي ووینئ د پوډر په ځای کار کوي نو لا زیات معلومات به له استاد راواخلو زموږ ملتیا وکړئ موږ سره مل اوسئ سلام علیکم استاد سلام علیکم خوش آمدید خوش باشید صحتتان خوب است بخیر سلامت باشید شما خوب بخیر باشید یک معرفی یک به دوستان داشته باشید بنده نوید هستم نوید لطیفی نماینده فروشات برگ لباسشویی شفاف یک محصول کاملا نو کاملا جدید البته بیشتر در کشورهای اروپایی فعلا استفاده میشه اما در افغانستان کلا یک محصول نو است مردم ما شما فعلا بیشتر از پودر از مایع در لباسشویی خود استفاده میکنن اما این طوری است که به شکل برگ است هم صحی است خیلی محصولات شوینده که فعلا در بازار است سرطانزا است جلد خراب میکنه دست خراب میکنه یک محصولی است که کاملا تقریبا 7 تا 8 نوع ماده گیاهی در این به کار رفته یک محصول صحی که دو برگ از زیر در یک ماشین لباسشویی مندازی 4-5 جور لباس هم سرش مندازی لباسشویی میکنی هم قابلیت استفاده در ماشین‌های خود اتومات داره در ماشین‌های اتومات داره همراه دست هم که لباس بشویان خانواده با آب و گرم و آب سرد میتونن از استفاده بکنن یک محصول کاملا جدید و چیز که فعلا شرکت گلکسی فارما در افغانستان وارد کرده انشالله که مردم هم از این فیض و برکت شو ببرن خیر باشی باز استاد اگر معلومات بدی به ما باز پودر است که یعنی رنگ لباس میبرن کیفیت ازش چطوره میبرن نمیبرن اصلا کلا نه به دست آسیب میرسانه به لحاظ مثلا صحیش هم که است استاندارد صحی داره و هم لکبر است هم خوشبو کننده است هم 6 برابر نسبت به پودر و مایع قدرت تمیزی پاک کننده داره بله بیشتر پاک میکنه و یک چیز صحی است هم لکبر است و نه داغش در لباس میمانه نه لباس داغدار میسازه فقط به شکل استانداردش استفاده شود این چیزی است که نو آمده یک طریقه استاندارد داره یعنی یک تکنیک استفاده خود داره که اینی دو برگ وقتی لباس هم مندازی اگه ماشینت فول اتومات است درش باز میکنی لباسای انداختی این را مندازی در یک گوشه در سر لباس نمندازی که یک دفعه آب بندازی در یک قسمت لباس بانه که لباس لکه‌دار میسازه در یک قسمت لباسشویی میمونیشه لباسشویی که خود چرخش میته یا هم در آب حل میشه یعنی به شکل موم است اگه دست بکنی کلا شکل موم داره بوش بکنی معلوم میشه که چقدر خوشبو است شکل موم است در آب حل میشه دیگه در آب نمیمونه که مثلا لباس داغدار شوه لباس لکه شوه رنگ بده کلا تمیز کننده است با نظر به پودر قیمت های ازیار بلند است از پودر این از استفاده پودر که خیلی اقتصادی تمام میشه چرا به خاطر از اینکه این 30 برگی ازی است 30 برگی ازی تقریبا معادل 2 کیلوگرم پودر با 2 لیتر مایع است یعنی شما در یک لباسشویی مثلا شاید 10 جوره لباس بخوای بشویی 10 جوره لباس 4 برگش کفایت میکنه یک 30 برگی ازی شاید 2 ماه 3 ماه یک خانواده که 150 جوره کالا رو میشه 150 جوره لباس یعنی برات میشه هر دو برگش 5 جوره لباس کثیف برات تو تمیز میکنه یعنی نسبت به پودر و مایع خیلی اقتصادی تمام میشه قیمت کلانش که است 200 افغانی است یعنی 2 کیلوگرم پودر خوردش هم که است 15 برگ داره 90 افغانی قیمتش است معادل 1 کیلو پودر با 1 لیتر مایع است نسبت به پودر نسبت به مایع خیلی اقتصادی تمام میشه بخیر باشید تشکر از معلومات که به ما ارائه کردید سلامت باشین خوش آمدید چطور بود ناندارتون بیننده آمدن خوش کردن نکردن والا نمایشگاه یک
خوبی که نمایشگاهی داره است که مردم میآید دیدن میکنه، تست میکنه، سامپل میگیرن، شماره تماس میگیرن، بالاخره این میگه است که جنس خودت شواف میکنه، یعنی نشان میده در بازار که من چی هستم، رقم مردم میاد و این خودش یک مارکتینگ بسیار بزرگ است که جنس داخل فروشگاه بیاید و به نمایش گذاشته شد. فروشات داشت مردم میخرن. خدا را شکر ما اگرچه بیشتر اینا رو به خاطر فروش آوردیم، چون جنس یک محصول تازه است، به خاطر از اینکه مردم ببینه او یک مشتری که مثلا بسیار زیاد کنجکاو می باشه میخواد، باز میتونه مثلا یک قوطی دو قوطی از این خریداری بکنه به خاطر استفاده بیشترش. گرچه ما به خاطر تست محصول بر هر مشتری خود یک سامپل میتیم که در خانه طور آزمایشی امتحان بکنه، بعدش چون فروشات ما کلی است، سرتاسری است، در هر نمایندگی و در هر عمده فروشی‌های بزرگ و فروشگاه‌های بزرگ داخل شهر وجود داره، مشتری میدونه از جواز برای دریافت کنه. آدرس شماره تماس داره باز. ما شرکت ما به نام شرکت گلکسی فارما است، واقع هتل پروان و در تمام فروشگاه شهر کابل هم میتونن که جنس از فروشگاه بزرگ مثل مجید مال باشه، مثل هلال باشه، در مکرویان ها، در شهر نو، شار، طرفای مثلا بارستان، کارت کاروان، در تمام فروشگاه بزرگ شهر کابل محصول قابل دسترس است، میتونه مشتری رو پیدا بکنه. خیر باشید. سلامت باشین، خوش آمدید. بخیر باشین، خوش آمدید. من خدمت به سلامت، تشکر. خوش آمدید. بخیر باشید. من که بگیرم هستم. با خودم میتونم. بخیر باشید. دوستانو دمون ملتاو که انداز زوران دی باز نور غرفت از وګورونو سس نمیدی. بخیر باشید. دم می دی ورور دالای سمون تیرا کړ. سلام علیکم. علیکم السلام. شما خوب هستید؟ ان شاء الله جانتان جور است و خیر سلامت باشید. بخیر باشه. خودتان خوب هستید؟ ان شاء الله که فعلا صحتمند هستیم. برو شکر که صحتمند هستید. یک معرفی اگه داشته باشی به دوستای ما. خب میشه بشناسید اونا بازم. دیگه ما روح الله سنگیستم. دیگه یکی از شهروندای کابل و خصوص افغانستان. دیگه امروز یک روز واقعا که این جالب دیدنی بود که به این نمایشگاه آمدیم، تولیدات داخلی افغانستان را دیدیم. این یک چیز بسیار مهم و با ارزش بر نظام اقتصادی ما، بر نظام اجتماعی ما است. امیدوار هستیم که چنین نمایشگاه ها بر همیشه در کشور ما باشد. از لحاظ اقتصادی میتوانیم توانمندی های خود جامعه افغانستان و جامعه تولیدی خود کشور ما را ببینیم و مردم ما بتونن از این برنامه‌های تولیدی و تولید خود کشور از این استفاده بکنن. هم بر اقتصاد تولید کننده ما خوب است و هم بر اقتصاد مردم ما که بسیار اساس است، بسیار بهتر است که میتونن از این با تخفیف بسیار پایین‌تر میتونن از این استفاده بکنن. 100%. میشه آمدین چه خوشتان آمد اگه با ما بگید کلش خود محصولات وطنی است، بازم هر کی اونم ذوق و شوق خود داره. شما چه خوشتان؟ والا یک شوخی بتونم بکنم؟ چرا نه کاملا خدمت. همون یک کسی از وطن ما آمده بود در شهر کابلی که همه چیزی که سعی میکنه پولش به درد بخور بوده. گفته والا کل ازی بنانی ما به درد میخوره. آه خدا. یه کلش به درد بخوره است. والا این تولیدات داخلی همیشه به درد بخوره است، همیشه به ارزش است. اقتصاد جامعه، اقتصاد مردم، خانم است، خانواده است، اگر جوان است کار میفتن و همه ایزی صاحب همه ایزی با ارزش است بر جامعه ما. چیزی که بیشتر برای ما جالب بود در اینجا، ما در یک جای رفتم آسیاب سولری رو دیدم. آسیاب سولری که بدون مصرف ما میتونیم که گندم آرد بکنیم، بدون مصرف اضافی یا از تیل یا از جایی که آب ضرورت است. خودش یک سربند بسیار مهم که با مصارف گزاف است. ولی چیزی که بسیار برای ما جالب تمام شد آسیاب سولری که ما میتونیم در یک ساعت 20 سیر گندم یا 30 سیر گندم ما تولید بکنیم، حتی با 700 سیر گندم که هر قدر سولرش و مقاومت برق از اضافه شد، هر قدر تولید ما اضافه میشه. چیز بسیار جالبه که برای ما تمام شد امو بوده
که انشالله در آینده 100% احتمالاً که من از این تولید وطن چون بخش از ایراد بود و تولیدش حتما ما از این خریداری بکنم و از این استفاده بکنم و به خیلی چیزهایی بود که در اینجا نو جدید بودن که بسیار مصرف پایین اما خیلی با کیفیت بالا و چیز دیگه که در این جمع برای من جالب تمام شد مایه شوینده بود که با 2 برگ کاغذی میتونستی که خیلی از لباس ها را باید شستشو بکنه آدم با مصرف بسیار کم با 100 افغانی ما میتونیم که برای 1 ماه از این مواد شوینده بسیار ظریف بسیار پاک ما از استفاده بکنیم واقعا جالب است و میتونه همه از استفاده بکنه. ما روشن صحبت کردم والا در 2 برگ میگه میتونیم 5 جور لباس بشه. دقیقاً با 2 برگ از این میتونیم که 5 جوره چقدر وزن کم ساخته، چقدر حجم کم ساخته، چقدر ظرافت زیبایی ها را یا به وجود آوردن. واقعا این تکنولوژی کاش که چی تکنولوژی و این پیشرفت ها و این نوآوری ها گچ در وطن خود ما باشه چون مواد از این در وطن ساخته نشده اما شرکت است که تقریبا 15 روز میشه که وارد کشور ساخته تولیدش. بخیر باشه. سلامت باشید. پیام گفتنی باز هم پیام ما این است که حالا همه فوکس بالای می نمایشگاه است همگی بتونن همگی آزادانه بتونن از این نمایشگاه بیان دیدن بکنن و چیزایی که هر اون چیزی که ضرورت داشته باشن میتونن از این نمایشگاه برداشت کنن ببرن و کلش کار آمده است. کلش کار آمده عمو مردم مواری است کار آمده منطقه و خانواده است. تشکر که با ما وقت سلامت باش. خیر ببینید. تشکر. خدمت امر با ما باشه. قربانتون. امیدوار هستم که شما هم خبرهای خوبی را در نمایشگاه داشته باشید. وقت خوش براتون بخیر. تشکر. روز خوش بازم. سلامت باشید. چرانی. روز خوش. تشکر. جوان خداحافظ. سلام علیکم ورو. علیکم سلام. صد بخیر. شکر خیر سر خپل خیر. خیر سیمانه. تاسو خاصه ورو. شکر الحمدلله تاسو خاصه. شکر مننه. څنګه نن راغلی په دې نن راتلونکي غټون کړه دا او بخیز لګ په دې اخره کې لګ اکک نیولای ما. خیر خبره دا ورور موږ دې خاطر راغلو نن رخصتي مو جمعه مو یو دا د وطن محصولات دا شیانو د خاطر راغلو چې وی ګورو آشنا سور سره باندې شم نه کتل هغه سره آشنا شو. ډیر ښه. او ته څنګه راغلی ورور؟ زما لا بس من د جمعې ورځ مکتبونه او کورسونه رخصت او بس راغلم مال خپل د وطن محصولات او خپل د وطن تولید وګورو. ډیر ښه. چې خوښ راغله وطن محصولات خو ډیر په دې کې والا شیان خو ډیر دي خپل وطن شیان دي هر شی وګوري او په دربل خدي هر شی خوښيږي ډیر شیان هم خوښ شو بعض شی ډیر خوښ شو بعض شی لږ خو هر شی خپل اندازه باندې خوښ شو. ډیر ښه. او تا چې د خوښ شو مونږ بس شیان ډیر لاسي کارونه ول ډیر هم خوښ شول چې ډیر لاسي کارونه داسې نقاشیان ول د وطن نقاشیان ول تاریخي ځایونه ول چې نقاشي شوي دي خلک نقاشیان ول پکې چې هغه هم خوښ شول نور همداسې غالګانې دي چې دا هم خوښ شول. ډیر ښه. چې ما اخیستل وان نه اخیسته تر اوسه تر فعله نه خو شیان نه دي اخیستل اوس ځینې بعد به چې وګورو خېټه شیان هم ډیر خېټه غم هم نه خوړه والا نه تر اوسه خو نه ده خوړلې خورای به نو غرمه نږدې ده. او نو بس تسلیم باندې شو. ډیر ښه. څه کېږي دی او بل انډیوالانې څنګه ایسه منګه مرګري یو دی او بل ملګری یو. ډیر ښه. نو څه کار کوي دی هفته که دا موږ تاسو نه پوښتنه وکول بیا دې نه پوښتنه وکړو. فعلا خو کار نه کوو تحصیل کوو د درس په کوم صنف کې یې 11 صنف کې ډېر درس څنګه پارچې مو واخیسته څنګه نتیجه؟ بس شکر د ښه نتیجه. په کوم ګروپ کې ولې؟ په بي کې ولې بي کې بس گزاره کوي گزاره کوي. ډېر. ته ورور څه مصروفیت لرې دی ورځ؟ مصروفیت خو نشته خپل تحصیل کوو درس وایي مطلب ده. ډېر ښه. زه الله هم کامیابه ولره مننه چې موږ ته وخت راکړه موږ سره خبرې وکړې هم چندان تاسو نه هم خیر اوسئ. نو په اخره کې کوم پیغام لرې هېوادوالو ته څه مسافر دي غږ هم اوري؟
بس پیغام خو نشته خو بس ټول دی الله خوشحاله لري الله دې خوشحاله ولري او الله دې په خیر وطن ته راولي امین او تاسو کوم پیغام لرئ؟ بس مننه مسافر ته دا پیغام دی چې هر چېرته اوسي جوړ روغ صحتمند اوسي بس الله دې په خیر د خپل وطن ته راولي نو څه خدمت یې موږ ته خیر اوسې ورور مننه چې موږ ته وخت راکړې خیر اوسې ګرانو لیدونکو نو دا وه د موږ د نن ورځې خپرونه د افغانستان نړیوال نندارتون څخه نو تر بلې خپرونې چې زه سیلاب رضوان ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په الله سپارم ښه وخت خدای په امان